سلام، من دکتر نهال حبیبی هستم، منتور سبک زندگی سالم و از ادلید در استرالیا با شما صحبت میکنم. این اپیزود درباره موضوعی هست که جامعه و خیلی از افراد اون رو ساده، بی اهمیت یا حتی طبیعی میدونن. اما در واقع یکی از پنهانترین مسیرهای ورود به بیماریهای مزمن و خطرناکه. هوس‌های غذایی. شاید با خودتون بگین همه میل و علاقه به غذا دارن، خب چه اشکالی داره؟ اما سوال مهمی که باید از خودتون بپرسید اینه که آیا هر میلی به غذا طبیعی هست؟ یا بعضی از این میل ها زنگ خطری هستن که اگر شنیده نشن بدن رو به سمت آسیب جدی میبرن؟ الان این تفاوت رو براتون با توضیحات شفافتر میکنم. وقتی شما واقعا گرسنه‌این، بدنتون به شما پیام نیاز میفرسته. نیاز به انرژی و مواد مغذی که حالا این مواد مغذی درشت مغذی ها هستن، ریز مغذی ها، فرقی نمیکنه. توی یه همچین حالتی حتی اگر که یک فردی به شما یک تکه سیب زمینی پخته شده ساده بدون نمک و ادویه یا مثلا یک تکه سینه مرغ آبپز کاملا ساده، اون هم ساده و بدون ادویه ارائه بده، این برای شما میتونه رضایت بخش باشه، چون بدن شما دنبال غذاست، دنبال انرژیه، دنبال مواد مغذیه، نه یک تجربه لذت بخش. اما هوس غذایی یک داستان دیگه ای داره کلاً. اینجا بدن دنبال غذا نیست، مغز دنبال یک حس هست. مثلا اینطوری به شما دیکته میکنه که نه هر غذایی، بلکه دقیقاً یک چیز خاص، یک بافت خاص، یک طعم خاص، یک حس خاص. مثلا یک ماده غذایی که یک خوراکی که ترده یا شوره یا شیرینه یا یک مثلا چیزی که شما از یک مغازه یا فروشگاه خاص تهیه میکنین و اگر همون چیز رو نداشته باشین یا بهش دسترسی پیدا نکنین، هیچ چیز دیگه‌ای جایگزینش نمیشه. ممکنه اگه چیز مشابهی بخورین یکم حس بهتری داشته باشید حالا برای یک مدتی، اما فکر اون خوراکی اصلی که هوس کردینش مدام هر لحظه حواستون رو پرت میکنه تا بالاخره برید و تهیه کنیدش و بخورینش. پس اینجا دیگه گرسنگی مطرح نیست. اینجا یه مسیر عصبی فعال شده که آرامش، تسکین، لذت یا حتی فرار از احساساتی که خوشایند نیست براتون رو از طریق غذا میخواد اعمال کنه. و اگه این الگو تکرار بشه و اصلاح نشه چه اتفاقی میفته؟ به مرور بدن شما وارد چرخه‌ای میشه که فقط دیگه حالا به اضافه وزن ختم نمیشه، بلکه میتونه راه رو برای بیماری‌های مختلف باز کنه. بیماری‌هایی مثل چاقی سراسری و چاقی شکمی، مقاومت به انسولین و دیابت نوع 2، کبد چرب غیر الکلی، اختلالات هورمونی مثل سندروم تخمدان پلیکیستیک یا به سادگی بهش میگن تنبلی تخمدان، التهاب مزمن که در سراسر بدن شما پخش میشه، نوسانات شدید قند خون که خودش این هوس‌های غذایی رو تشدید میکنه، پرخوری‌های دوره‌ای، یعنی ممکنه که یک چیزی رو تا یک مدت مصرف نکنید اما زمانی که میخواید مصرف کنید ممکنه در فاصله چند دقیقه حجم خیلی زیادی، مقدار خیلی زیادی از اون رو بخورید. اضطراب، افسردگی، کاهش عزت نفس و حتی فرسودگی سیستم عصبی. و خطرناکتر از همه این هست که این مسیر متاسفانه آرام و بی سر و صدا اتفاق میفته.
نه اینکه مثلا با یک درد شدیدی همراه باشه یا مثلا با یک هشدار ناگهانی از بدن شما روبرو بشین، بلکه با چیزایی که خیلی وقتا عادی به نظر میرسن. مثلا ممکنه بگید خب من یه روز سخت داشتم، دلم یه چیز شیرین میخواد، حقمه. یا اینکه حوصله‌ام سر رفته، حالا یه خوراکی بخورم یکم سر حال بیام. یا اینکه فقط یکم دیگه از این چیپس یا کیک بخورم، حالا اتفاقی نمیفته که. و یا یه پروژه سخت رو با موفقیت انجام دادم، یه امتحان سخت داشتم امروز، الان باید با خوردن این غذا یا این هله هوله به خودم جایزه بدم. تا جایی که دیگه غذا تبدیل میشه به ابزار آرامسازی، ابزار پاداش، ابزار فرار، ابزار همه چیز بجز اون چیزی که باید باشه. و دوستان اینجا مسئله اراده نیستا، مسئله کمبود اراده و مشکل مربوط به اون نیست. مسئله اینه که مغز در حال اجرای یک برنامه ریزی اشتباه هست. درست مثل این که شما روی یک کامپیوتر یک نرم افزار یا سافتور اشتباه رو اجرا کنین. توی کارگاه ها و دوره هایی که من برگزار می کنم، یکی از اولین چیزهایی که روی اون تمرکز میشه اینه که فرد متوجه بشه که آیا پرخوری ها و هله هوله خوردن هاش واقعا به خاطر گرسنگی هست یا اینکه ایشون درگیر یک چرخه شرطی شده قدیمی شده. چون تا ندونیم فرد دقیقاً توی چه شرایطی هست، چطور میتونیم مسیر درست برای ایشون طراحی کنیم؟ وقتی خود ایشون به این شناخت نرسیده باشن، چطور میخوایم این مسیر رو طراحی کنیم و پیش بریم؟ برای همین من برای مراجعینم و افراد شرکت کننده یک چکلیست تخصصی طراحی کردم که در مرحله اول بتونن ازش استفاده کنن و به یک ارزیابی واقعی دقیق و بدون قضاوت دست پیدا کنن. نه بر اساس حدس، نه بر اساس احساس، نه بر اساس فکر میکنم من اینطوری هستم، نه، دقیقاً بر اساس دیتا، داده های دقیق و اطلاعات ریزبینی شده. این چکلیست تخصصی رو طوری طراحی کردم که به شما کمک میکنه بفهمین آیا تحت تاثیر هوس‌های غذایی هستید یا نه و اگر هستید تا چه اندازه. مثلا آیا در شرایط بحرانی هستید و نیاز به مداخله فوری دارین و از چه مداخله هایی میتونین استفاده کنین؟ یا اینکه شرایطتون بیشتر منطبق با اقدامات پیشگیرانه هست، یا اینکه نه، شما در مرحله‌ای هستید که باید از پیشرفت مشکل جلوگیری کنید و چه کارهایی میتونید انجام بدین؟ یک سری مواردی رو براتون مثال زدم دوستان، از جمله اینکه یک فرد ممکنه بگه من یه روز سخت داشتم، حالا دلم یه چیز شیرین میخواد، من حقمه که این شیرینی رو بخورم. یا اینکه مثلا حوصله‌ام سر رفته، یه خوراکی بخورم یکم سر حال بیام. فقط یکم دیگه از این کیک شکلاتی بخورم، حالا اتفاقی که نمیفته. یا اینکه مثلا یه پروژه سخت رو با موفقیت انجام دادم، یه امتحان سخت رو با موفقیت پشت سر گذاشتم، باید با خوردن این غذا به خودم جایزه بدم. اگه درباره هر کدوم از این مثال‌ها یا موارد مشابه اونها با خودتون گفتین من این حالت رو بارها تجربه کردم، یا اینکه این خیلی به من شباهت داره، حتما برید و از قسمت توضیحات این اپیزود وارد چکلیست بشین و به سوالاتش پاسخ بدین. این ارزیابی به شما نشون میده که رابطه شما با غذا چطوره، ذهن شما و برنامه ریزی های بدن شما تا چه حد درگیر شده، کنترل رفتاری شما در چه سطحی قرار داره و آیا این مسیر شما نیازمند پیشگیری هست یا یک مداخله جدی و فوری.
چون کسی که مثلا در سطح خفیف قرار داره اگه الان آگاه نشه ممکنه به تدریج وارد مرحله‌ای بشه که برگشت از اون خیلی سخت تر میشه. یا مثلا کسی که در سطح متوسط یا شدید هست هر روز تأخیر در درمان هوس‌های غذایی داشته باشه، این عملاً یعنی تثبیت و تشدید همون مسیر ناسالم هوس‌های غذایی که در نهایت به بیماری‌های مختلف هم منجر میشه. مراقب سلامتی خودتون باشید دوستان و اجازه ندید هوس‌های غذایی بی صدا مسیر سلامتیتون رو منحرف کنن.